البته همونطور که مستحضر هستید اخیراً این آهنگ توسط یک خواننده دیگه بازخوانی شده که شما هم میشناسیدش اتفاقا، منتها جنس صدا فرق میکنه به این شکل میده با صدای بی صدا. عزیزان ببینید من یه در آرام اشاره کردم هنو اینجوری به من نگاه نکن، منو به نگاه کن نکن. عزیزان ببینید اگر از همین الان بخواید شلوغش کنید منم شلوغش میکنم. یه جوری باشه که همه چیز در تعادل باشه. من تعجب میکنم از شما که چطور انرژیتون تخلیه نشده. من تبریک میگم به همه شما که هنوز انرژی دارید. من اینجا امشب کاری میکنم که هیچ کار نمیکنم. یعنی الان دیدید که یگانه اینجا بود. اگر اون محسن یگانه از من سگانه هم. یعنی نه که بخواد خدا نکرده فکر کنید من میخوام فخر فروشی کنم و بگم من از خواننده ها بهترم. نه، خواننده ها محترمن، اما همه کارهایی که این خواننده ها میکنن من دیگه این مراحل رو گذروندم. من دیگه الان رسیدم به قول آخرش که اگر شما منو حمایت کنید گیم آور نمیشم. حالا برای اینکه ثابت کنم for example برای مثال مثلا همین دوست خوبم محسن که اینجا میخون، محسن کاری نداره، اینا همه از من بچه‌ن. for example آخر راه اومدم با روزگار گره اما برسیم به مجری محترم برنامه. من گاهانه کار دارم میشم بعد نوبت شما میشه. محمود شهریاری الکی خوشترین مجری ایران به ترک دیوارم میخنده. الان شما یه لحظه تصور کنید من محمودم چشاتون رو ببندم، صدای این من آدم رو میگیره بعد ول میکنید. دقت کنید لحظه خانم ها آقایا کسانی بیش است با احمدزاده رفته بودن رودخونه فشم، کله پاچه خام خریدن بردن یه خوناشو بشورن در رودخونه. آب رودخونه یه لحظه جریانش تند شد، کله رو از دست محمود کنده برد. محمود دست پاچه شد، سریع تیکه علف کند گفت احمدزاده گفت چیکار میکنی مرد حسابی؟ گفت میخوام گولش بزنم برگرده. گفت بابا پاهاش دست من جای دوری نمیره. از رفقاش توی هتل سر یه توالت فرنگی یه دعوای خونی راه انداختن. مادن سواشون کردن، گفتن مشکل چیه؟ اولی گفت من 1 هفته بود از این چشمه داشتم آب میخوردم، این از راه اومده توش خرابکاری کرد. بله عزیزان، زندگی همینجوریه. من دیدم بعضی اشک تو چشاشون جمع شده و چقدر شما انعطاف دارید در اوج اشک و باز یا هم تو چجوری میتونید اینقدر سریع تغییر کنید؟
چشام اشکی نمونده تو دلم حرفی ندارم دیگه وقت رفتن سفر دور و درازه من از صدای گریه تو به غربت بارون رسیدم چشم با به بارون زده دیدم خیلی متشکرم. یه خاطره میخوام براتون تعریف کنم از محمود شهریاری. باز میدونید تنها ایراد محمود شهریاری اینه که جوگیری. با احمدزاده نشسته بودن یه فیلم جنگی نگاه میکردن، خیلی اکشن بود. انقدر این فیلم روی محمود و احمدزاده تأثیر گذاشت که محمود سینه خیز رفت تلویزیون خاموش کرد. وقتی برگشت دید احمدزاده تیر خورده مرده.